یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از من پرسیده میشه اینه که در بازار املاک دبی پیش خرید چه نوع واحدهایی پایدارترین و بی‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری محسوب میشه. در جواب شما عزیزان باید بگم که خرید ملک از یک سازنده معتبر در یک لوکیشن استراتژیکی و خوب در کل یک خرید موفقه. اما اگر شما در شهر دبی از یک پروژه‌ای که واحدهای ویلایی و یا آپارتمانیش ویو آب دارن، یعنی چشم‌انداز دریا و یا لاگون، دریاچه آب شیرین دارن، خرید بکنید، بهترین نوع ملک رو در اصل برای سرمایه‌گذاری و سودآوری انتخاب کردید. این املاک به ندرت افت قیمت دارن و همیشه تقاضا براشون زیاده. ضمناً قابلیت اجاره کوتاه مدت و بلند مدت با بازدهی بالا هم دارن. در صورتی هم که مجبور به فروش اضطراری واحد بشید، با قیمت بالاتر یا نهایت با همون قیمت خریداری شده خیلی سریع میتونید راحت واحد رو بفروشید و یا اینکه چنین ملکی رو میتونید زمانی که آماده شد با یک سود کلان بفروشید، چرا که همواره ارزشش در مارکت املاک حفظ میشه. و اما فرصت بی‌نظیری که ایجاد شده، طبق ویدیوهایی که بهتون نشون دادم، شما میتونید توی شهرکی که دور تا دورش رو لاگون، دریاچه آب شیرین در بر گرفته و در فاصله 5 دقیقه برج خلیفه واقع شده، از یک سازنده دولتی معتبر تنها با یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از من پرسیده میشه اینه که در بازار املاک دبی پیش خرید چه نوع واحدهایی پایدارترین و بی‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری محسوب میشه. در جواب شما عزیزان باید بگم که خرید ملک از یک سازنده معتبر در یک لوکیشن استراتژیکی و خوب در کل یک خرید موفقه. اما اگر شما در شهر دبی از یک پروژه‌ای که واحدهای ویلایی و یا آپارتمانیش ویو آب دارن، یعنی چشم‌انداز دریا و یا لاگون، دریاچه آب شیرین دارن، خرید بکنید، بهترین نوع ملک رو در اصل برای سرمایه‌گذاری و سودآوری انتخاب کردید. این املاک به ندرت افت قیمت دارن و همیشه تقاضا براشون زیاده. ضمناً قابلیت اجاره کوتاه مدت و بلند مدت با بازدهی بالا هم دارن. در صورتی هم که مجبور به فروش اضطراری واحد بشید، با قیمت بالاتر یا نهایت با همون قیمت خریداری شده خیلی سریع میتونید راحت واحد رو بفروشید و یا اینکه چنین ملکی رو میتونید زمانی که آماده شد با یک سود کلان بفروشید، چرا که همواره ارزشش در مارکت املاک حفظ میشه. و اما فرصت بی‌نظیری که ایجاد شده، طبق ویدیوهایی که بهتون نشون دادم، شما میتونید توی شهرکی که دور تا دورش رو لاگون، دریاچه آب شیرین در بر گرفته و در فاصله 5 دقیقه برج خلیفه واقع شده، از یک سازنده دولتی معتبر تنها با